шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 18-умро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Босе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. соҳиби хона меҳмонашро дар пешгаҳ нишонд. хизматгоронаш зуд дастархон паҳн карда дар зарфҳои нуқрагину заррин хӯришҳо оварданд. вай чойнаки чойро ба пеши худ кашид. хизматгорон ва мулозимонаш аз ин кори хоҷаашон донистанд ки ӯ бо меҳмони худ танҳо мондан мехоҳад. пас ҳамаашон баромада ғоиб гардиданд. аморатпаноҳ меҳмонашро ба хӯрдану нӯшидан таоруф карду худаш оромона ба сухан даромад. ба одати пирон ва хиратмандони шарқӣ вай аз фонӣ будани дунё, аз он ки марди оқил набояд ба давлати бебақо ва ҷоҳу ҷалоли бевафо дил бандад, гап сар кард. лаб ба мадҳи Музаффархон кушода гуфт: гарчанде муллоҳо ва дигар мардуми бебасирати кӯтоҳандиш амирро маломат мекунанд ки вай гӯё аз уҳданобароӣ ва белаёқатии худ дар зира булоқ ва чӯпонатҳои Самарқанд аз лашкари насоро шикаст хӯрда сайқали рӯи замин Самарқандро аз даст дод ва аз он пас гӯё фармонбардори кофирон шуда ба кашидани сими телеграф дар қаламрави аморат و کشادن وکالتخانه تجارتی روسیه در پایتخت خود راضی شد. اما به هر حال وی امیری بزرگ، قاهر، عادل و فقرا پرور بود. کوشبگی درباره مظفرخان طوری گپ میزد که گویا وی مرده باشد. بعد گوینده عبدالاحد خان را وارث ارزنده پدر نامید. انشاءالله گفت او، در عهد این امیر جوانبخت دولتی شریفه بخارا قوت و شوکتی پیشتری خود را برقرار خواهد کرد. وی گپ زده ایستاده استگی چشم به حریفش می‌نگریست. همانا میخواست در چشم و روی وی اندیشه های نهانیش را بخواند، او را به سخن درآورد. آستانه قول این را حس میکرد. وی حالت و قیافش را دیگرگون نکرده با یک دست چای نوشیده و با دست دیگرش تسبیح گردانده می نشست که به اسرارش پی بردن ممکن نبود. اما توره حالا جوانند. بعد اندک سکوت سخنش را دوام داد قشبیگی. وی توره گفته احد خان را در نظر داشت و طوری گپ میزد که به مردن امیر و تخت نشینی نزدیک توره شک و شبهه ندارد. در پهلوی امیر جوان ذاتهای پردیده و کارآزموده از جمله غلامان صادق این درگاه البته به خدمت کمر بسته ایستادنشان لازم. شما بیدادخواه از ارکان دولت پشت و پناهی امارت هستید. این غلام اندیشه کردم که شما به دولتخانه آمده از امور دولتی کدامش را که خودتان اختیار کنید، خواه سرلشکری باشد و خواه دیگر متصدی شده در قرب جناب عالی استید، بهتر می شدگی است. پیرمرد خاموش شده نوبت سخن را به مهمانش واگذار کرد. بیدادخواه او را یک دم انتظار کرد و بعد گپی امارت و امور آن را به یک طرف مانده به هم صحبتش یک باره چنین سوالی داد: امارت پناه، شما امسال به چند در آمدید؟ خوشبگی از این سوال ناگهانی حیران ماند. خدا خواهد در سری چله زمستان 78 را پر می کنم، جواب داد او و بعد فکر کرد که شاید
بیدادخواه او را پیری فرتود و از این رو به منصب قشبگیگی نالایق شمارد. بنابراین باز علاوه کرد: اما خدا را شکر خودم حالا بردم به قوت هستم. حالان که سر و گردنی لرزان، 3-4 تا دندان یگان یگان و نفس کشی خیرخیرکی امارت پناه اصلا به درستی سخنش دلالت نمی کردند. عمر دراز دولت خداداد است، گفت آستانه قل، و اما عمر دراز با صحتی تن دوچند دولت. این فقیر، آستانه قل عادتا درباره خودش این فقیر گفته گپ میزد. در آوان جوانی در یک بیاض قطعه خوانده بودم. گوینده آن قطعه را به یاد آورده خواند: نشاطی عمر باشد تا به 30 سال، به 40 آید تنزل بایدت کار، به 50 گر روی یابی تو سستی، به 60 آیی نیابی تندرستی، به 70 است مرگی مرد زیبا، به 80 آمدی 70 از پا، 90 نومیدی عمر است ای یار، به 100 آیی شوی از عمر بیزار. اما اگر یک ملاحظه کنیم، سخنش را دوام داد آستانه قل، معلوم می شود که فکری شاعر صحیح نیست. خود تمثال امارت پناه دعوای شاعر را رد می کند. جناب امارت پناه بعد 30 سالگی هم نشاط عمر را دیدند. در 40 سالگی کارشان نه این که تنزل ندیده، بلکه در عین رونق و رواج بوده است. در 50 هیچ سستی نیافتند، در 60 بالکل تندرست بودند، از 70 هم صحت سلامت گذشتند. اکنون باز بردم و با قوت رو به 80 رفته ایستادند. الهی بسد درای امارت پناها، شما انشاءالله در 90 و 100 هم اصلا نومید یا از عمر بیزار نمی شوید. البته علل خصوص اگر این عمر دراز مثل عمر شما با این جاه عالی و با این دولت و کامرانی گذرد. همین طور نه امارت پناه؟ مکار گپ را گریزانده مرا گزیده ایستاده است. معنی کنایه های رقیبش را فهمیده به دل گذراند قشبگی. گفتن میخواهد که در مسند قشبگیی دیر نشستی، پیر هم شده ای، اکنون جای را خالی کن. به من تهدید هم میکند. نه برادر، من پیر شده باشم هم حالا کمان قامتم مانندی تو صدها تیر را در خاک پنهان می کند. وی در جواب کنایه های حریفش گفت: عمری دراز من اگر به دیگران گرانی کرده باشد هم به خودم گرانی نمی کند. بیداد خواه، اگر خدای تعالی با کرم خود به این غلام باز همین قدر عمر عطا کند، همه اش را وقف خدمت سیدم مولایم ولی نعمتم می کنم. این فقیر هم این را گفتنی بودم امارت پناه، حاضر جوابی کرد آستانه قل. یعنی که به جناب شما نباری عمر و نباری گرانی وزارت هیچ وقت گرانی نمی کند. شما در واقع پیری پیلتن هستید. خاموشی درازی به میان آمد که در دوام آن آستانه قل دانه های یاقوتی تسبیحش را یک بار شمرده برآمد. گپ زدن نخواهد هم مقصدش معلوم شد.
با دل خود می گفت خوشبگی: وای جای مرا گرفتن می خواهد. امیرزاده ها را نظربند کردنش هم با نیت آن است که از احد خان دلجوی و به وی خودش را نصب کرده ثانی از وی منصب مرا طمع نماید. در این مورد ناخست به خاطر خوشبگی گذشت که اگر آستانه قل برای اشغال تخت امیر حرکتی میکرد خیلی کار نغز میشد. پیرمرد اول از احتمال صادر شدن این نوع قصد و حرکت از جانب آستانه قل خوف میبرد، میترسید، اما حاضر و این را با جان و دل میخواست. آخر در این حال احد خان با یاری مسلحانه گنرال گوبرناتور ترکستان فتنه آستانه قل را با آسانی پخش و خود او را نابود میکند. انا در آن وقت او یعنی شاه محمد خوشبگی هم یک باره از رقیب خفناکش خلاص خواهد شد. وی به مقصد جنبانیدن رگ نامجویی و جاه پرستی آستانه قل با احتیاط مکرآمیز چنین گفت: شما بیدادخواه الحق آدمی نجیب الخصلت و با شرافتی هستید. آستانه قل به وی با نظری سوال نگریست: شما با دارالاماره با این قدر سربازی یک کچین که آمدید در شیر بدن بعضی آدمان بی اندیشه خواطر کشیده می گفتند که مگر بیدادخواه برای تخت سلطنت را ضبط کردن آمده باشند؟ آخر امیرزاده و کت توره بودن شما بیدادخواه از این غلام هم از دیگران هم پوشیده نیست. به این نسبت آستانه قل از تسبیح گردانی باز ایستاده یک نوع خواطر کشانه به چشم خوشبگی نگاه کرد. بله این معلوم است، تکرار کرد خوشبگی. به این وجه اگر فرضاً از جانب شما یگان حرکتی که آدمان بی اندیشه گمان می بردند سرمیزد هم هیچ کس تعجب نمی کرد. ولیکن حزم نفس و شرافت شما به درجه است که شما نه فقط این اندیشه ها را هرگز به خاطرتان راه نمی دهید، بلکه همیشه صلاح دولت و آسایش فقرا را در مد نظر گرفته امروزها که جناب عالی جهانبان ما سریر جهان بینی و این جهان فانی را پدرود کردنی‌اند، ولی عهد جوان بختشان را هواخواهی و جانبداری کرده ایستاده اید. اما این گردشی شاهماتی خوشبگی هم ظاهراً به بیدادخواه تأثیری نکرد. با جای یگان جواب دخلدار و پرده‌گشا که گوینده از حریف خود چشم داشت، آستانه قل به ناگاه لبخندی استهزاآمیزی کرده با آهنگی نیم هزل و نیم جدی گفت: امارت پناه، مهمانخانه دیگران فقط مهمانخانه باشد، از آن شما هم مهمانخانه و هم تماشاخانه است. اما این فقیر همین قدرش را نفهمیدم که چرا در اینجا از من پیر اسباب تماشا می سازند. خوشبگی ملزم شد، سرش تیز تیز جنبیده رفت. گپ این که در تگ شیفت مهمانخانه و بالای در دومی که با آن به حوالی درونی خوشبگی در آمده می شد رفزنی نیم تاریکی به نظر می رسید. آستانه قل در وقت سخن خوشبگی در پس شیشه رفزنه جنبشی سایه را پیخست کرد و بعد خیره خیره سر و روی زنی را دید که گاه پیدا می شد و گاه غایب می گردید. خوشبگی پشتش به پایگاه خانه بوده رفزنه را نمی دید. مهمان
از مشاهده این قضیه حیران شد و بعد گپ یک وقت شنیده‌اش را به خاطر آورد که خوشبیگی در شیفت مهمانخانه‌اش آن رهزنه را مخصوص سازانیده بوده است تا که در وقتی سفیران خارجی یا دیگر مهمانان کلان را قبول کردن وی، زنان و دخترانش پنهانی از آن رهزنه نگریسته مهمانان را تماشا کرده توانند. این هم یکی از عجایبات پیرمرد بود. اما امروز نگاه زن ناشناس از رهزنه سبب دیگری داشت. در وقتی که خوشبیگی آستانقور را از شیر بدن به شهر گرفته می آورد، محمد شریف دیوان بیگی هیله‌گر و کنجکاو چون می دانست که پدرش با مهمان در مهمانخانه خود مجلس دوکسه خواهد آراست، به یک نفر محرمی خود فرموده بود که به حولی خوشبیگی رود و به دختری وی خواهر دیوان بیگی گوید که در وقتی با آستانقور گفتگو کرده نشستن پدرشان آهسته از پشت رهزنه گوش اندازد و هر چی که شنود در یادش نگاه دارد. دختری کلامی خوشبیگی با برادرش همزبان و همراز بوده گاه گاه همین نوع سفارش های او را اجرا می کرد. دیوان بیگی و پدرش هم آنقدر باوری نداشت. او را از حد زیاد احتیاطکار، کم تدبیر می دانست و نیت داشت که اگر پدرش در مبارزه با آستانقور مساعده کاری کند، آنگاه خودش به میدان می براید. خوشبیگی قضیه پس رهزنه را یک چیزی بی اهمیت و قلم دادنی شده به مهمانش گفت: هیچ واقعا نه بیدادخواه. من به اهل حرمم از رهزن نگاه کردن را کیها من کردم، اما آنها در روی حولی گردند هم گاه سایه‌شان بر رهزنه می افتد. هیچ واقعا نه. ولی این وجه صاحب خانه یک درجه گرانی و خنوکی از این قضیه به میان آمده را برهم نداد. صحبتشان بی این هم گرم نبود. اکنون تماما برار نگرفته ماند. آستانقور لازم بودن زیارت ایشان بیبی زن امیر و مادر احدخان را بهانه کرده از جا برخاست. وقتی خیرباد کردن با صاحب خانه در دم در و گویا که این گپ نه به خاطرش آمده باشد گفت: راز بین خودم آماند امارت پناه. با شنیدن من گوبرناتور گویا به توره ولیعهد خطی مخفی فرستاده خاطر نشان کرده باشد که بعد امیر شدن بعضی منصبداران کلان را معزول کن و با جایشان از قوم خودت آدمانی با فضل و هنر و صادق را یافتمان. آیا شما از این گپ خبر ندارید؟ بیدادخواه این گپ را در خود همین جا بافت و بر دروغ گفت تا که دیر رقیبش را به تکاپو اندازد. رنگ خوشبیگی کند، خصوصا از آدمانی با فضل و هنر و صادق یادآوری کردن آستانقور او را مشوش خاطر کرده ماند، زیرا که فضل و هنر حالا یک سویستر جناب خوشبیگی بی خط و سواد بودند. سخن آستانقور به حقیقت مانند بود. آن روزها سردار ساختمان راه آهن شرقی بحر خزر گنرال لیتنانت انیمیکف از تاشکند عازم چارجو شده در سر راهش به کرمینه فرآمده احدخان را دیده با او یکه به یکه صحبتی کرده بود. بلکه در واقع به ولیعهد از گنرال گوبرناتور رازین بخ مکتوبی آورده باشد. فکر کرد خوشبیگی. آستانقور مدبر و مکار در کرمینه هم جاسوس ها دارد. از واقعه های قلعی حاکمی آنجا با خبر است. با این ملاحظه وی به بیدادخواه سوال زیادتی چون دانستی و از کی شنیدی را نداد و برای آنکه بیدادخواه حریفش را گولی از عالم بیخبر نپندارد خواطری و بیسرشتگی خود را پنهان داشته گفت:
من از این گپ خبر دارم. به فکرتان گوبرناتور کدام منصبداری کلان را در نظر داشته باشد؟ من چه دانم؟ مغمبیرانه جواب داد آستان قل. مایه شما بر این منصبداران پیر شده را در نظر داشته ایستیه. به همین طریق وی میزبانش را در خاطر پریشانی و تکاپوی باطنی گذاشته به در رفت. بعد 4 ساعت در مهمانخانه محمد شریف دیوان بیگی پیدا گردید. گازمان کردید می؟ وی بی‌تفیق چه میگوید؟ پرسید او از پدرش. وی بی‌تفیق آستان قل بود. پیرمرد کنایه های تفامیز و استهزاهای زهربیز آستان قل را نقل کرده بود که دیوان بیگی برآشفت، بیقرار گردید. مثلا معلوم خلاصه برابر او ولی با گوبرناتور و بلکه با خودی تور هم به ضدی مای شما زبان کردگی. گوبرناتور آشنایش کو. حالا که گیر نشده است نقشه او را برباد دادن لازم. چطور برباد میدهی؟ با یگان تدبیر هر خان را از خودمان راضی و آستان قل را در چشمی وی بد کردن لازم. اگر همین کار را کرده توانستیم بردیم، نتوانستیم باختیم. خوش به فکری تو وی را به طور چطور بد کردن ممکن؟ من خودی همین روز حاضر به کرمینه توره را دیدم. یگانه قل چشمش بیجا، نیتش بیجاست و همین که امیر مرد از افتکار ارگ را پخش کرده خودش به تخت نشسته نیست. فکرت خام بچیم، از 2 سر به کرمینه رفتنی تو را پنهان داشتن ممکن نیست. آستان قل رفتنی تو را که دانیست گمانی بد میبرد. ممکن که خودش هم به پیش تور روان شود. اگر مبادا فهمیده ماند که تو رفته از وی به طور غیبت کرده ای، تو پلنگ میخیزاند بچیم. امیر هم حالا زنده است، مردنش معلوم نیست. امیر میمورد، پگاه بیگاه میمورد. اگر نمورد چی؟ هیچ ممکن نیست که نمورد. طبیب لکه از وی امیدش کند است. درد دیگر است و اجل دیگر گفتند. خیر نباشد چیکار میکنیم؟ آستان قل تارتنک بر این شب و روز تاری دشمنی تند. ما نگاه کرده میشینیم می؟ خوشبیگی به در نیمراغ نگریسته فرمود. در را محکم کن. دیوان بیگی خیست و در را آهسته محکم کرد. من یک نقشه دارم. پیچی راست زده گفت خوشبیگی. اگر امیر ناخواست مرده ماند، من هماندم محرم 10 باشی را از شیر بدن به شهر می دوانم. وی مردنی امیر را از همه اول به سربازان آستان قل خبر می دهد. با آنها می گوید که مملکت بی پادشاه است و خزینه بی صاحب. هر کس هر چی گرفت از آن خودش. سربازان آستان قل البته خودهاشان را در را به ارگ می زنند. من پیشکی به توپچی باشی فرموده می مانم که لشکر را حاضر و آماده نگاه دارد. شهری سبزی ها به ارگ هجوم که کردند، در رو آنها را پخش کرده فرو نشاند. بعد ما واقعه را به طور خبر داده می گوییم که شهری سبزی ها با فرمان آستان قل ارگ را زیر کرده گرفته حاکمی خودشان را به تخت نشاندنی بودند. ما خبردار شده زود فتنه آنها را فرو نشاندیم. چطور این نقشه من معقول می؟ دیوان بیگی خوشحالانه تبسم نموده دستی خوشبیگی را گرفته بوسید. یادتان بخیر داده. به خدا که اگر در مملکت 2 آدمی با تدبیر باشد، یکی شما. ما این تیر شما را یک بار با 2 نشان میزنیم. هم آستان قل را از میان میبرداریم و هم امیر نو را یک عمر از خودمان راضی و مینتدار میکنیم.
پدر و پسری عالیجا بعد پیشین از ارگ برآمده به طرف شیر بدن سواری نمودند. در بیرون دروازه قرشی آنها به یک دسته خردی سربازانی دوچار شدند که در درختزار سری راه ایستاده بودند. از چه سبب باشد که دل قشبیگی خوفی برد؟ اینها کدام سربازانند و چرا سری راه را گرفته ایستادند؟ 2 نفری آنان از طرف گوسفندی را کشاله کرده می آوردند. 2-3 نفرشان در کنج درختزار زمین را کافته آتشدان می ساختند. دیگرهاشان بر روی سبزه لبی جوی چای نوشیده نشسته بودند. قشبیگی از 10 باشی غول ترکمنسیما کی و چیکاره بودنشان را پرسید. 10 باشی جواب داد که آنها جیلاو میرگن های حاکم شهری سبز می باشند که نوکک حاکم خود را به شیر بدن گسیل کردند و اکنون در اینجا کمتر دم گرفتن نهاری چاشتگاهی می خورند و بعد به قرارگاه خود برمی گردند. این جواب را به سربازان آستانه قول فرموده بود که یعنی هر کس کی و چیکاره بودن آنها را پرسد همین طور گویند. ثانی پاییدن راهی حاکمشان را از جانب شیر بدن بهانه کنند. در حقیقت امر آنها از حاکم خود فرمانی دیگری گرفته بودند. قشبیگی و دیوانبیگی از جناب 10 باشی قانع و خاطر جمع شده به راهشان رفتند. امیر مظفر آن روز 4 ماه صفر سال 1303 هجری پگاهی از زبان مانده بود و شب 5 صفر اکتبر سال 1885 مرد. همان ساعت جبار نام محرم 10 باشی قشبیگی با فرمان مخفی او به سوی شهر به قرارگاه سربازان شهر سبزی اسب دواند. آن سربازان چادرهاشان را در بیرونی دروازه سمرقند زدند. همه دزدان، افباشان، کله‌بران زر خریدند. قشبیگی در بابت قتل و غارت از آنها دلش پر بود. چندی از محرمان خاص امیر به مرگ او داد و فیغان برداشته بودند که آستانه قل آنها را به نوکران خود فرموده در تخخانه قصر حبس کنند. او می‌خواست تا از کرمینه به بخارا آمده بر تخت امارت نشستنی احد خان هر نو کرده وفات امیر را از خلق پنهان دارد تا که در پایتخت فتنه روی ندهد و اهل فتنه دست به غارت و یغمای خزینه امیر نزنند. احتیاطکاری بیدادخواه بی وجه نبود. همان بیگاه هنوز پیش از وفات امیر اسماعیل بای زکاتچی از شهر هراسان آمده به عرض رساند که در وقت او به ملاها پول وقف را تقسیم می کرد در بازارچه پیش ارگ یک درویش آمده از وی 50 تنگه طلب کرد. زکاتچی وجه پرسید. درویش گفت که امیر نیست، همه چیز از آن ماست. چشمهای دیگر مردمی در پیش ارگ جمع آمده هم بیجا بود. اسماعیل بای ترسیده به درویش 2 تنگه داده خودش گریخته به ارگ درآمد. در آنجا او پول وقف را به محمد شریف دیوان بیگی سپرد. قشبیگی با مصلحت آستانه قول به سربازان در پایتخت بوده فرمان فرستاد که فوراً همه میدانها را اشغال کنند. اما بی این هم سربازان کیها در گرد و پیش ارگ حاضر ایستاده بودند، فقط با مقصدی دیگر، با مقصدی که آن را قشبیگی به سرکرده آنها علی مدد توپچی باشی فهمانده بود. حاکم خان حاکم چارجوی با چه واسطه از مردن پدرش آگاهی یافته با اختیار خود باز به شیر بدن آمد. آستانه قول او را از آنجا دور کرده تحت الحفظ 10 نفر سربازش به خانه شهری خود امیرزاده روانه کرد. شما گفتور 18 رو از روی رمانی صوتی ملوکزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.